لاک شدن اپل آیدی. این مدت که با هر وی پی اینی دم دستمون بوده خواستیم فقط وصل بشیم، تغییر مداوم آی پی ها باعث شده سیستم امنیتی اپل حساس بشه و چون با شماره ایران نمیتونیم تایید 2 مرحله‌ای کنیم، باعث شده اپل آیدی ما لاک بشه. همین الان این کارهایی که بهت میگم رو انجام بده تا تو دردسر نیفتی و این ویدیو رو برای همه دوستات بفرست. وارد ستینگز بشو، از این بالا روی اپل آیدی بزن، روی فایند مای بزن و گزینه فایند مای فون رو انتخاب کن و با وارد کردن پسورد اپل آیدی فایند مای رو خاموش کن. اگر فایند مای خاموش باشه لاک بشی با یه ریستور کار در میاد و دردسر نداری، ولی اگر روشن باشه از اینای میلیونی باید بدی. اگر تو این قسمت فایند مای برات خاموشه نمیتونی تغییر بدی یا مثل مال من ساین اوت برات خاموشه، نگران نشو. برگرد عقب، بیا توی اسکرین تایم و این گزینه چنج اسکرین تایم پسکد رو بزن، روی ترن آف اسکرین تایم پسکد بزن، پسکدت رو وارد بکن و بعد از چند ثانیه وارد اپل آیدی میشم. میام پایین میبینید ساین اوت باز شده و میتونم ساین اوت کنم. اگر با این کارم درست نشد بعد یه بار وارد فیس آیدی هم پسکد بشی. توی این قسمت باید بیای پایین و این گزینه استولن دیوایس پروتکشن رو خاموش بکنی. این کارو بکنی با انجام دادن این دو تا کار فایند مای و ساین اوت توی قسمت اپل آیدی باز میشه. نکته بعدی این که اگر تو آیفون این پیام برات اومد و پسورد اپل آیدی رو خواست، رو نات ناو نزن، ستینگز رو بزن، پسورد اپل آیدیت رو وارد کن. اگه پسورد اپل آیدیت رو فراموش کردی هی ترای نکن که اپل آیدیت لاک بشه. برو تو سایت iforgot.apple.com با سوالات امنیتی یا ایمیل اپل آیدی پسوردت رو ریست کن. اگر هم اپل آیدیت لاک شده، یه روشی هست که تجربی به خیلی از دوستان گفتم و براشون جواب داده. هر چیزی کامنت بذاری برات میفرستم و میتونی انجامش بدی. این ویدیو مهم همین الان حتما برای همه دوستات بفرست، پیج رو فالو بکن تا بتونم بهت کمک کنم.